احمد مسعود رهبر 35 ساله جبهه مقاومت ملی افغانستان و پسر کلانی از 6 فرزند فرمانده شورتیار احمدشاه مسعود روز 24 ایون سال 2024 در روز اول نشست 3 روزه نیروهای مخالف رژیم نو طالبان در شهر وین پایتخت استریا دیگر باره به ضرورت برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان تاکید کرد و گفته است اگر مردم طالبان را انتخاب کنند ما تسلیم اراده مردم میشویم. بنا به گزارش روزنامه 8 صبح احمد مسعود در وین گفته است ما و شما باید به جای مردم تصمیم نگیریم. احمد مسعود همین طور طالبان را یک مفکوره استخباراتی عنوان کرده گفته است که مطلق دانستن این گروه به یک قوم، زبان، دین و فرهنگ مردم جفای بزرگ است. امروز متاسفانه آزادی تمام شهروندان افغانستان نوابسته از قوم و زبان از آنها گرفته شده است. تاکید کرده است احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که در ابتدا روی کار آمدنشان طالبان حاضر بودند که با آنها گفتگو کنند، اما ما قوم، پنشیر و خانواده‌مان را فدای افغانستان کردیم. افزوده است احمد مسعود. نشست اینک چهارم مخالفین طالبان در وین 24 ایون آغاز یافت و تا 26 ایون دوام میکند. به نوشته 8 صبح در نشست امساله در پایتخت استریا تقریبا 70 نفر به نمایندگی از 40 سازمان و گروه و فعالان انفرادی و روزنامه‌نگاران اشتراک دارند، ولی این نشست بدون اشتراک نماینده طالبان صورت میگیرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان رنگین دادفر سپانتو، سابق وزیر کارهای خارجه و مشاور امنیت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردمی افغانستان از شرکت کنندگان ارشد نشست امساله نام برده می شوند. نشست چهارم وین برای بررسی مسائل چون مبارزه با تروریسم، وضع حقوق انسان و تامین امنیت در افغانستان در حال جریان دارد که از رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان اینک قریب 3 سال می‌گذرد. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در روزهای خروج نیروهای ائتلاف تحت فرمان امریکا و ناتو از افغانستان در بین همگی چند روز توانستند اردوی گویا 300,000 حکومت قبلی را شکست داده کشور را تصرف کردند. پرزیدنت وقت افغانستان اشرف غنی همراه اعضای کلیدی حکومتش فرار کرد. جبهه احمد مسعود و نیروهای دیگری که رژیم نو طالبان را نپذیرفتند و علیه آن مبارزه مسلحانه میبرند تا این قریب 3 سال که گذشت نتوانستند طرفدار زیادی پیدا کنند، چه در داخل افغانستان و چه در خارج. از بین کشورهای دنیا شاید به استثنای تاجیکستان یگان کشور دیگر آماده نشد که به مخالفین مسلح طالبان کمک رساند. سفارت افغانستان در دوشنبه از کم شمار سفارت‌هایی است که اداره‌اش در دست مخالفین طالبان باقی مانده است.